سلام و عرض احترام به تمامی شما عزیزان بیننده. امید دارای صحت کامل باشید و روزهای زمستان را با گرمی محبت و همدلی در کنار خانواده هایتان بگذرانید. امروز ما برای شما برنامه را در مقایسه افغانستان و طبیعت ازبکستان و جریان بازگشت آقای نظری و ابراهیم وطن دوست را از ازبکستان به افغانستان تهیه دیده ایم. امید تا آخر برنامه با ما باشید و از برنامه لذت ببرید. و اکنون هم شما را به تصاویر زیبایی که نشان دهنده فرهنگ والای شهرنشینی باشندگان ازبکستان هست دعوت می‌کنیم. وطنان عزیز، خدا کنک جور سلامت سرحال باشین. این جایی را که شما میبینین پیش بیا که ساوند مسایی بگیره خیره کامره در موتر است. این جایی را که میبینین جای میلی بست است که مردم اینا منتظر از این است که میلی بست بیایه بره. در کابل 3 سال پیش ساخته شده، تا فعلا میلی بستایش معلوم نیست، جایش درک داره و خودش نه. جایش هم فعلا حالا پودریا و جخو میکنه. فعلا دیگه که یک زمین نسازی خوب بره معتادین شده که اونجا خو میکنه، یگان خودگرم میکنه، یگان آتش هم میکنن و اینجا ببینید که هر کسی میبینه به خاطر از این که دیگه نموده گپ است که منتظر هستیم، منتظر میلی بست دیگه. افغانستان وارانه سر پایین به خبات اینجا میلی بست میایه. یک کمک هوا سرد است، این جمپر و ماندگی سستی هست مکنی را ایران باز در برنامه مقایسه ببینین دیگه. یک برادر دیگه ما که در شاروالی بود، یک جوان پرکار بگویم و بدکار بگویم، گفته بود که مترو جور میکنیم از سرای شمالی تا دی افغانان امام گم شد. در کدام مسیرها میره؟ نه کل معلوماتش هست که کی در کجا میره. این یا منه میلی بستایش، اونو محترام میلی بست است، اونو میلی بستایش است. فقط هم چوکی ها پر نمیشه که میرن حرکت میکنن. دیگه با یک حساب هموطنان عزیز اطرافشان است، اطرافشان که تخانه‌های مفشن و پوشیده دارند دیگه. داخل شهر شخون شما دیدین و نه کدام سر صدای است نه کدام گپ است. و در خود تاشکند تقریبا 11 سانتی برف بود اینجا. هنوز هم بعضی جاها تر و تازه است، کشزار است و ریگستان است. و با تأسف همکاران ما امشب باز هم به دلیل دیر رسیدن به ایستگاه خط آهن باید در ازبکستان شب را سپری کنند. کجا میرین؟ باز نمیده کجا که برم چنج کنیم. رفت از پیش ما بسیار. و فردای آن روز ما قدم برمی‌داریم برای بازگشت به سرزمین دوست داشتنی خود، افغانستان.
سلام برسم وطنای عزیز. این مرز بین ازبکستان و افغانستان است. فعلا ما در طرف خود افغانستان قرار داریم. این پایا را که شما میبینین کلش زنگ زده، اما او طرف تصویر اجازه نبود، پاک منظم، حتی یک نفر میاد صافی میکنه. مگم بدبختانه این طرف که مربوط افغانستان میشه اینه طور تمامش زنگ زده و توجه مقامات کسایی که زیدخل هستند در این مورد باید است توجه کنن که بیخی بی آبرو شده مالا پیش ازبکا دیگه. اینی هم اینه دروازهش است. ببینن کل پایا و یار زنگ زده. امیدوار هستیم که ایران در برنامه مقایسه شما تماشا کنن و ببینن که چقدر کلش زنگ زده. فعلا هم دیگه بسیار به مشکل دوزی و ماهرانه ما تصویر جمع آوری داریم بر شما و او طرف بسیار یک تصویر زیبا بود. این را ببینن که کلش زنگ زده. دیگه امیدوار هستیم کسایی که در این مورد کار میکنن یک توجه خاص کنن. و بالاخره تصاویر از مناطق مرزی ولایت بلخ حس برگشت به سرزمین افسانه ها را در وجود ما زنده می سازند. سلام برسه دوستان عزیز. باز ما در دیار مولا علی هستیم و امروز فکر کنم که بعضی دوستان نمایشگاه برگزار کردن. البته نقاشی مختلف و خطاطی های مختلف و لوازم دزدوزی که خانم‌ها البته فکر کنم بعضی‌هاش غرفه را ایجاد کردن، غرفه موقت و دوستا گفتن که سال یک بار البته این نمایشگاه برگزار میشه دیگه. حالا اما تا یک دکانا رو یک تلاشی میکنیم ببینیم چی داره چی نداره و چگونه از فروشاتش به چه خاطر این نمایشگاه را برگزار کرده ما را تعقیب کنیم. از ما شهدای نهضت اسلامی است و همچنان نویسنده های بزرگ کتابایشان پیامی همدلی، برادری و یک پارچگی و وحدت داره بر تمام کسایی که میبینه. بله قربانت، سلامت باشی، موفق باشی.
فصل جدید برنامه اشک و لبخند. به زودی.